بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله که در این شب پر خیر و برکت که از طرفی شب عرفه و از طرفی دیگه هم عید سعید قربان در پیش و از طرفی دیگه هم عید قدیر خم، عید ما شیعیان و مسلمان در پیشه، در خدمت عزیزان چند دقایقی باشیم و با زبان الکن و قاصر و چون بنده از فن خطابه و بضاعت دانشی برخوردار نیستم، اما حسب الامر برادرای عزیز که فرمودن در خدمت شما چند دقیقی باشیم. من همینطور که تو راه می اومدم گفتم که چقدر خوبه که اگر جوونا بیشتر بودن الان الحمدلله خوبه، چون میگه یک نفس با دوستان هم نفس، آرزوی عاشقان این است و بس. چون شما هم نفس و هم کیش و هم نشین ما هستیم و من دوست دارم که در اینجا در مقام پدر و مادر صحبتی بشه، اگر قرار است دقایقی مصد اوقات شما باشیم. گفت دانشمندی در یکی از جنگل ها داشت قدم میزد و درباره پدر و مادر داشت نوشته جمع میکرد. گفت چقدر خوبه که از حیوانات من شروع کنم. همینطور که در جنگل قدم میزد دید یک لونه پرستو بالای درخت چنار و اینا دارن سر و صدا میکنن. همینطور که داشت نگاه میکرد دید یه مار داره از درخت میره بالا. این نر پرستو تا مار رو دید فرار کرد. دانشمند با خودش گفت و همینطور داشت یادداشت‌هایی هم مینوشت. گفت که پس این غریزه پدری کجا رفت؟ محبت پدری کجا رفت؟ این نر پرستو که فرار کرد تا مار رو دید. مار همینطور داشت میرفت بالا، انقریبه که برسه تو لونه و جوجه ها اینا رو بخوره، ماده پرستو که مادر بود اونم فرار کرد رفت. مار هم همینطور داره میره بالا، به اندازه چند دقیقه یا چند ثانیه نگذشته بود که مار همینطور که دهنشو باز کرد که جوجه ها رو بگیره، جفت پرستوها با هم برگشتن و یک علفی در دهن هم پرستوی پدر هم پرستوی مادر که ماده بود توی دهن اینا یه علف بود. با هم همزبان تا این مار دهنشو باز کرد، علف رو از بالا انداختن تو دهن مار. این مار مثل یه تیکه چوب خوش از اون بالا افتاد. دانشمندم بودو رفت بالای سر مارو و مارو کرد توی کیسه و آورد توی اون دانشگاهی که کار میکرد. وقتی که آزمایش در پیرامون این مار انجام دادن و کالبد شکافی کردن و اون علف رو در مورد آزمایش قرار دادن، دیدن که این علف زهری و سمی بوده. این پرستو در کدوم دانشگاه درس خونده؟ در کدوم کلاس مثلا خونده که این علف کدومش سمیه که ما رو میکشه، کدومش خوبه که مثلا میشه خورد؟ تمام اینا در اون غریزه پدر و مادری نهفته است که با عظمت خدا و با در دستگاه طبیعت، چون میگه هر که ناموخت از گذشته روزگار، هیچ ناموزد ز صد آموزگار. من هیچ وقت یادم نمیره که یه معلمی پایین خونه ما زندگی میکرد، کرای نشین من بود.
یک شبی از این شبا خیلی مدت چندین ساله، ممکنه برای رفقا اینو گفته باشم، اومد در خانه ما در زد و دیدم گریه میکنه. گفتم آقا چی شده؟ گفت والا امروز پسر من دیر آمد، بهش گفتم کجا بودی؟ با من دعوا کرد و یه مشتم داده زیر صورت. ما خیلی ناراحت شد، آوردیمش تو خونه و چایی دادیم و بالاخره زخمشو مداوا کردیم و چیزهای دیگه که حالا نمیخوام وقتمون براتون بگیرم. اومدیم با خودمون گفتیم که یه شعر بسازیم درباره نصیحت پدر به پسر، که مضمون این شعر این شد: هان ای پسرم عزیز جان، ای راحتی تن و روانم، ای حاصل دوره شبابم، دوری که غمش کند کباب. اکنون بنما به گفته‌ام گوش، یک ذره از آن مکن فراموش. شک نیست از این سخن نرنجی، در کفه عقل اگر بسنجی. هشدار زمانه را وفا نیست، ایام شباب پابجا نیست. هشدار که دوره جوانی، نابوده و نیست جاودان. باور نکنی که روی بابا، از روز ازل نبوده زیبا. این چهره که از دو استخوانی است، تهمانده دوره جوانی است. این مو نه سپید آسیا است، یک صفحه روشن از کتاب است. هشدار اگر که میتوانی، خطی ز خطوط صفحه خوانی. روزی که تو آمدی به دنیا، دانست که رفتنی است باز. گفتم چو رسید نو به بازار، پس کهنه یقین شود دل آزار. اکنون بنما به گفته‌ام گوش، یک ذره از آن مکن فراموش. روزی که مرا نهی به تابوت، چون چشم تو گشت مات و مبهوت. بنما نظری به روی دیوار، تصویر پدر شود پدیدار. آن روز دهی جوانی از دست، اینجاست که آسیا به نو است. تو اول شور زندگانی، من آخر خط نوجوانی. من پای کشیده بر لب گور، تو پای نهاده تازه در شور. روزی که مرا نهی به تابوت، چون چشم تو گشت مات و مبهوت. بنما نظری به روی دیوار، پسرم تصویر پدر شود پدیدار. از اول عمر، اینو گوش بده قشنگ، از اول عمر تا بمیری، هشدار آگاه باش، بالخطر میگن، اینجا علامت خطره. از اول عمر تا بمیری، هشدار رفیق بد نگیر. حالا اگر یکی میبینی سرکشی میکنه، جواب پدرشو میده، جواب مادرشو میده. یه جایی میخوندم و از یک عالمی هم شنیدم که میگفت چه پدر چه پسر، بیشتر پسر اگر با محبت نگاه به پدر مادر بکنه، از اون برم چون میگه چه خوش بی مهربانی هر دو سر بزن. چقدر زیبا میشه که یه پدر احترام به پسر بذاره، یه پسر متقابلا احترام به پدر بذاره. یکی از بزرگان تعریف میکرد، گفت رفتم در خونه رفیقم که 83 سالش بود، زنگ زدم، خیلی معطل شدم. از طبقه بالای خونهشون یه آقای جوانی سرش آورد بیرون، گفت حاج آقا با کی کار داری؟ گفتم با آقای فلانی.
چون حالا ضبط میشه من اسما رو نمیگم. گفت بفرمایید بالا، حاج آقا الان هر جا باشه پیداش میشه. گفت ما از پلا همینطور رفتیم بالا. اینو میگم که الان پدرم در مجلس هست و چون خود منم پدرم، اینا همش باید ما هم درس بگیریم، شما هم درس بگیریم. گفت از پلا که رفتم بالا، این خونه راه پلش بوی صفا و محبت میداد. آخه بعضی ها تو راه پلا هیچ کاری نمیکنه، هر کاری دارن توی خونه یا تو اتاق. گفت ما از پله که میرفتیم بالا دیدیم گلای شمدونی رنگارنگ، آیه های خیلی قشنگ، شعرهای پندیات همینطور تو راه پله زدن. ما همینطور میخوندیم و میرفتیم بالا. گفت وقتی وارد به خونه شدیم دیدیم چقدر خونه با صفایی، چقدر. گفت که میگه گر شبی در خانه جانان مهمانت کنند، گول نعمت را مخور، مشغول صاحب خانه باش. گفت وقتی وارد به این خونه شدم دیدم چقدر صفا و صمیمیت از این خونه میاد. یه آقای اومد جلو من با 2 تا بچه ها رو تو دستش گرفته، سلام به من داد. پشت سرش خانمش با محجبه با چادر خیلی سفید و زیبا اومد، ایشون هم سلام دادن. بچه ها من گرفتم بچه ها رو بوسیدم. گفتم آقا شما کیه این حاج آقا میشی؟ گفت من دومادشم. ایشون پایین میشینه، ما طبقه بالا میشینیم، الان هر کجا باشه پیداش میشه. شما چند دقیقه بشینید یه چایی میل کنید، میوه بخورید، تاجر کنید. گفت ما همینطور که صحبت میکردیم صدای در من از پایین شنیدم که صدا داد. دوماده به خانمش گفت که برین حاج آقا رو صدا کن. خلاصه حاج آقا گفتن بیان پایین و نه به اصرار اومدن خونه دوماد. حاج آقا اومد و ما رو دید و خیلی خوشحال شد و نشست. همطور که دوماد چای می آورد در گوش من گفت حاج آقا 15 سال خونه ما نیومد. خب این چقدر بده. این صله رحم تنها برای جوون نیست، بزرگترم باید یه قدمی رنجه کنه. یه قدم ایشون میره، 4 قدم اون میاد. منظورم اینه که خیلی ها رو من میشناسم تو این کشور شاید 10 سال 7 سال به پدر مادرشون حتی یه زنگ هم نزدن. این نباید باشه. نباید محیط رو ما تأثیر بذاره. رفیق بد گفتم از اول اون تا بمیری، هشدار رفیق بد نگیری. تا میخواد زنگ به پدر مادرش بزنه من یه سادیزم، بیا بابا شدی بچه نانه. نه بابا، این معرفت داره. این میدونه که اون مادر اگه این تا صبح هم نره پشت شیشه نشسته منتظرش. یه بزرگی حالا حرف تو حرف میاد، چون ما همین مسئله ها و این لطیفه های تنظامی است که نه، اما خب بالاخره با همینا باید درس بگیریم. گفت یه بزرگی تعریف میکرد، گفت من خیلی از سگ میترسیدم. گفت یه چند مدتی رفتم با پول تو جیبی خودم پای مرغ میخریدم میریختم برای این سگای تو محله که با من دوست بشن. آقای مهتری گفت یه چند مدتی من این کار رو میکردم دیگه این سگا به من حمله نکردن، با ما دوست شدن. گفت این مدت گذشت، یه شبی خیلی برف سنگینی اومده بود، منم داشتم از هیئت می اومدم. گفت این سگا به من حمله کردن، منم خیلی میترسیدم. گفت همینطور که اومدم پای ما رو که بگیرن، ما تکیه‌مون دادیم به دیوار. یه دفعه دیدم تا سگ من رو دید وایساد دوچرخ دادم. تو اون تاریکی شب شناختم که این یکی از همون سگایی که من پای مرغش دادم. خلاصه من رو نگرفتم. من اومدم کلید رو که انداختم به در، دیدم مادرم پشت شیشه وایساده. گفت اومدی پسرم؟ گفتم نی خاک واسه 2000 یا 2 تومن اون قدیم دادم پای مرغ دادم به این سگ، یک عمر یادش نرفت. چقدر این مادر شب بلند شد به من شید. چقدر این پدر و مادر با نداری موز و خریدن، چند تیکه کردن به چند تا بچه دادن.
که ما حتی من همیشه میگم نتونستیم یه پارک یا زیارت ببریمشون. این همون پدر مادر، اون مادری که میگه داد معشوقه به عاشق پیغام، که کند مادر تو با من جنگ. هر کجا بیندم از دور کند، چهره پر چین و جبین پر آژنگ. مادر سنگدلت تا زنده است، شهر در کام من و توست شرنگ. گر تو خواهی به وصالم برسی، باید این ساعت بی خوف و درنگ، روی و سینه تنگش بدری. دل برون آری از آن سینه تنگ، گرم و خونین به منش باز آری. تا برد زاینه قلبم زنگ، عاشق بیخرد ناهنجار. این که میگم دوست بد اینه. گفت اگر تو میخوای به من باشی و به وصال من برسی، این مادر تو هر موقع منو میبینه صورت ترش میکنه، به من بد اخلاقی میکنه. باید الان بری مادر رو بکشی، سینه‌ش رو پاره کنی، دل گرمش رو برا من بیاری، تا این زنگاری که روی قلب من و دل منه با این کار از بین بره و من به تو باز علاقه پیدا کنم. گر تو خواهی به وصالم برسی، باید این ساعت بی خوف و درنگ، روی و سینه تنگش بدری. دل برون آری از آن سینه تنگ، گرم و خونین به منش باز آری. تا برد زاینه قلبم زنگ، عاشق بیخرد ناهنجار. حرمت مادری از یاد ببر، مست از باده و دیوانه ز بنگ. رفت و مادرش افکن به خاک، سینه بدرید و دل آورد به چنگ. مادر جان سینه بدرید و دل آورد به چنگ، قصد سر منزل مقصود نمود. ناگهان پای او خورد به سنگ، پی برداشتن دل چو برخاست نمود. دید آهسته دهد این آهنگ، وای پای پسرم خورد به سنگ. وای دست پسرم یافت خراش. بریم پدرداری و فرزند داری و از امام حسین و امامانمون بیاموزیم. همچین برکت هایی ما تو زندگیمون داریم، باید قدرشو بدونیم. عزیزان مداح هیئت محترم جوانان قمر بنی هاشم، تو کوچه بنی هاشمیان بود. وارد شد دید علی اکبر کنار ایستاده، با بچه های دیگه بازی نمی کنه. جلو رفت علی جان نبینم یه گوشه ایستادی، شما هم با این جوانانی که دارن بازی میکنن بازی کن بابا.
میدونید چی گفت آی جوونا؟ صدا زد بابا جان من خیلی دوست دارم با این جوونای محل خودم بازی کنم، اما چه کنم که اسم من علیه. میگم یه وقت یه کار ناشایستی از این جوونا سر بزنه، نام علی، آبروی علی، اون صورت اسم علی رو زیر سوال ببرن. درود بر این جوون، درود خدا بر علی اکبر. بی خود نبود و ساعتی که اومد خدمت بابا اجازه میدی برم میدان یا نه؟ گفت من نگویم نرو ای ماه برو، لی قطری بر بابا راه برو. نمیدونم چی شد سفره اینجوری پهن شد، خدا میدونه من قصد روزه نداشتم، اما شب عرفه بود. عزیزان مدار دل سوخته جمعم، گفت نمیدانم چه بر این زمره کردم که حج خود بدل بر عمره کردن. گفت یه وقت با عبدالله دید صدای علی نیومد، مثل باز شکاری خودش رو به بالای سر علی رسانید. سر علی رو به دامن گرفت، دلش آرام نشد. آیه دستی بر صورت علی، یه دست بر صورت علی، این صورت رو به هم چسبانید، لب بر لب علی گذاشت. ای از آن گوی شبستان حسین، بهترین قاری قرآن حسین، کاش من هم خوب و مؤمن می شدم، مثل تو من یک مؤذن می شدم. به ابی انت و امی یا مظلوم. انشاءالله همه ما قدر پدر و مادرمون رو بدونیم. صحبت زیاد بود، نمیخواستم دیگه بیشتر از این وقتتون رو بگیرم. این که من بگم وقت نداشتم دیروز به پدرم سر بزنم، وقت نداشتم دیروز به مادرم زنگ حتی بزنم، این حرفا نیست. فردای قیامت به من و شما میگن ما به شما همون وقتی رو دادیم که به فلان دانشمند، ما به شما همون وقتی رو دادیم که به فلان ائمه دادیم. این نیست که شما بگی من وقت ندارم. پدرم همیشه میگفت، من یادم میگفت آدمی که کار نداره 1001 کار داره. اونی که کار داره میدونه باید بره سر کارش بیاد خونه، پس دیگه دلیلی نداره ما بگیم 1001 کار داره. انشالله که همه قدر پدر مادرامون رو بدونیم، اگر از دست دادیم براشون طلب آمرزش و مغفرت کنیم، تا اگر شده که
دست یک نابینا رو بگیریم و ببریم اون بر خیابون، یه کار خیلی بکنیم. حتما این نیست که نقلی بدیم، خرمایی بدیم، میوهی بدیم، پولی خرج کنیم. خیرات خیلی خوبه، قشنگه، اما کار خیر کردن هم ثواب به اونا میرسه. انشالله که به حق آقا امیرالمومنین همه قدر پدر مادرامون رو بدونیم. هر کس داره خدا براش نگه داره، هر که نداره خدا رحمتش کنه و در این شب پرفیض و برکت و با شکوه انشالله نور به قبر همهشون بباره. من دعا نمی کنم چون عزیزان باید فیض بدن. عنایت کنید نثار روح همه درگذشتگان از این محفل و از این مجلس. الفاتحه. الصلوات.